آیا در خارج از کشور زندگی می‌کنید؟ آیا از همسرتان در خارج از ایران جدا شده اید؟ سید صادق قریشی هستم، وکیل دادگستری و مؤلف بیش از 83 مقاله و کتاب حقوقی. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های دانشیار حقوق مهمان ذهن‌های دانش‌پژوه شما هستم. امیدوارم تا پایان این مجموعه به پاسخ سوالات خود دست پیدا کنید. وقتی یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، برابر قوانین کشور مقیم اجازه دارد دعاوی خانوادگی خود را در مراجع صالح در آن کشور مطرح کند. احکام این محاکم در ایران قابل اجرا نمی باشد مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی، یعنی دادگاه خانواده، این احکام را تنفیذ و تایید نماید. بر اساس ماده 6 قانون مدنی، احوال شخصیه افراد یعنی نکاح، طلاق، اهلیت و رشد تابع قانون حاکم در ایران می باشد. سردفتران که متصدی ثبت وقایع طلاق در ایران و دفاتر کنسولگری ایران در خارج از کشور مجاز به ثبت واقعه طلاق دادگاه‌های خارج از کشور نمی باشند. سردفتران که متصدی ثبت واقعه طلاق در ایران می باشند و همچنین دفاتر کنسولگری ایران در خارج از کشور مجاز به ثبت طلاق یا تفریق در خارج از کشور نمی باشند و تنها در صورتی حق ثبت این امر را دارند که این مهم توسط دادگاه‌های صالح در ایران تنفیذ و تایید شده باشد. حال اگر زوجین طلاق خود را در ایران ثبت و تنفیذ نکنند، تمامی توافقات مالی و غیر مالی آنها در ایران فاقد اثر و ملغا می باشد. همیشه و همه جا برای شما خانواده‌های ایرانی آرزوی سلامتی و بهروزی را دارم.